فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آیا من مسلمان سنی میتوانم با یه خانم چینی که دین خاصی ندارد ازدواج کنم؟ لطفاً راه رسیدن به ایشان را نشان دهید تا مرتکب گناه نشوم. حالا جهت اطلاع بینندگان، ما در بین چینایی ها بودایی هایی داریم که مشرک و بت پرست هستن، بت میپرستن، و اونایی که کمونیست هستن و مثلا ملحد هستن. اگر واقعا این گونه باشه که یعنی اهل کتاب نباشه، یهود و نصارا که در فرهنگ اسلامی به عنوان اهل کتاب شمرده میشوند، اگر اهل کتاب باشه یعنی ایمان به یک دیانت آسمانی داشته باشه مانند یهودیت یا مسیحیت، نکاح و ازدواج با اون درسته. اما غیر از این مورد کفار دیگری که هستن، نکاح با اون درست نیست و ناجایز.